اگه بهت بگم میتونی یه دستیار هوش مصنوعی داشته باشی که مثل جارویس تو فیلم آیرن من برات کار کنه، باور میکنی؟ جارویس، گوگل کروم رو باز کن. گوگل کروم باسه. این چیزیه که تو آخر ویدیو میسازیم. سلام جارویس، خودت رو معرفی کن. سلام، من جارویس هستم، یک دستیار هوش مصنوعی کارآمد. چطور میتوانم به شما کمک کنم؟ ما برای انجام این پروژه به این 3 فایل نیاز داریم. پایتون 3.11 حتما 3.11 باشه و گیت و این فایل. این فایل رو از این دوست عزیزمونه که از اینجا میتونید دانلود کنید و همه توضیحاتش رو اینجا داده و همه کارا و این دستوراشه. بعدم میپردازیم بهش. برای نصب پایتون مینویسیم پایتون 3.11 متاسفانه فیلتر شکنم دارم اذیت میکنه، یه بار دیگه اذیت میکنه. استفاده از گوگل کروم خیلی خوب. ما همینطوری تو گوگل کروممون داریم مینویسیم پایتون و اولین سایت python.org سایت اصلی پایتونه. فیلتر نیست خوشبختانه. قسمت دانلود، ویندوز، هرچی که هست پلتفرمتون میکشیم پایین. این همه نسخه های زیادی داره و من همونطور که گفتم نسخه 3.1.11 من 64 بیت دانلود کردم. شما هرچی که سیستمتونه بذارین دانلودشو بکنه، خیلی اهمیتی نداره. اول من پایتون رو برای ویدیو حذف کردم، بذاریم اینستال شه. شما اینجا اد تو پس رو حتما میزنیم. این کاستومایز و داکیومنت نکست اینجاش دیگه مهم نیست. اینجا اگه خواستین بر همه یوزراتونم نصب کنین، پیشنهاد من اینه، ولی خب اهمیتی اینقدر نداره. و این فایل خاصی نیست، خیلی سریع دانلود و نصبش رو انجام میده. تا نصب بشه میایم این فایل رو اکسترکت میکنیم با هر چی که داریم. حالا دیگه دستتون بازه. برای اینجا علاوه بر اینا شما به گیت چیه؟ گیت یه نوع زبان برنامه‌نویسی مثل پایتون. اینجا و گیت رو گیت اینستال سرچ میکنیم. اولین سایت مال سایت خود گیت. قسمت ویندوز رو میزنیم. حتما سایتش هم با فیلتر شکن برای این میزنیم بیاد بالا. شما اینجا میزنید next و همینطوری همینطوری بزنید next. اگه خواستین هر کدومشو نیاز دارین، اینا رو آن و آفشون خودتون آزارین هر جوری بخواید بکنین، خیلی اهمیتی نداره. من قبلا نصبش کردم دیگه، نیاز به نصب کردن نیست و وای میستیم تا این نصب بشه. ستاپمونه و خیلی هم عالی. حالا که اینا رو نصب کردیم میایم داخل پوشه پروژمون. اینجا اوپنینگ ترمینال این بالا می‌نویسیم CMV و من اینجا VPN میخوام خاموش میکنم. اگه برای شما کار نکرد VPN رو روشن کنید. اگه کار کرد دیگه خیلی هم عالی. میایم این کپی میکنیم کویک استارتش رو اینجا و پیست میکنیم. میذاریم هر چی که نیاز داره رو خودش دانلود کنه. اگه همچین ارورایی دیدین خیلی نگران نباشین، زیاد اهمیتی نداره تا موقعی که کار کنه برنامه‌مون. تازه هر چقدر دلش میخواد ارور بده. همه چیشو انجام داد، موو کردنشو. حالا بریم برای فعال کردن که این ارور رو به من داد. IQT. من این 3 خط رو تو دیسکریپشن براتون میذارم. کپی کنید اینجا، وارد کنید و اینجا مشکلش حل شه. خب
حالا که انجام شد، نصب شد همه چی و قشنگ برامون آورد بالا، از ما API کی خواست. حالا اینو از کجا گیر بیاریم؟ از جایی که هممون میدونیم جمینای فیلتریم، تحریمیم، بدبختیم، هر جوری براش یه فیتشکن میزنیم و زور و بدبختی بیار بالا. میایم اینجا و مینویسیم گوگل استودیو و بله آورد. من این لینکش رو براتون توی دیسکریپشن براتون میذارم، لازم نیست تایپ کنید و منتظر میشیم که بیاد. و اکانت به نظر میاد که اکانت لاگین ندارم. بله پس مرورگرمون رو عوض کنیم. اینجا خیلی شلوغه، اینجا رو نگاه نکنین خواهشن. برای شما همچین صفحه ای میاد و میرین تو داشبورد و API کی میزنین generate API کی، یه اسم بهش میدین. اینجا میاین، مطمئنا شما اینو ندارین، میزنین create project، اسمش میدین، میسازین پراجکتتون و اینجا براتون اضافه میشه. انتخابش میکنین و میگین create کنه براتون. اینجا یه کی میسازه و این کی رو تایید میکنم، به هیچ کس نشون ندین. بعد ویدیو پاکش میکنم. اولی API کی کپی، اول این قسمت برنامه ران کردیم، پیست میکنیم، آنلاین شد و کانکتینگ استریمش باز شده و همه چیش اومده. سلام جارویس. سلام، خوشحالم که آنلاین شدی. چطور میتونم کمکت کنم؟ همونطور که میبینین هم فارسی حرف میزنه، انگلیسی هم باید حرف بزنه. فقط یک بدبختی که ما داریم این رو حالت اسپیکینگ میمونه، قفل میکنه. نمیدونم دقیقاً چرا، یا فارسی مونه یا به خاطر فیلتر و تحریم بودن جمینای که ریست میکنیم. چیزی که خیلی مهمه این نته که مال ما الان 2400 خورده ایه، 42. این حداقل باید 100 کیلوبایت باشه. هر چی 100 کیلوبایت بر ثانیه باشه جوابتون رو قشنگ میده، آشغالویس اذیت میکنه. برای بالا آوردنش اینجا بنویسید و می‌نویسیم چی؟ پایتون main.py. مین اشتباه زدم. و بالاخره میاد بالا. اینجا کیو دوباره وارد میکنیم. Hello Jarvis. Hello, how can I assist you today? همونطور که دیدیم این باگش برای زبان فارسی، الان لیسنینگش سریع رفت. متوجه شدم. ممنون از اینکه اطلاع دادید. گفتگو را به زبان فارسی ادامه می‌دهیم. بله، همونطور که می‌بینید کلاً این باگش برای زبان فارسیه که اینطوری اذیت میکنه. و اینجا آپلود فایل داریم، تکست میتونیم بهش بدیم این قسمت و ایجنت خیلی خوبیه و خیلی ممنون تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، ساب کنید برای ویدیوهای آموزشی بیشتر. اگه سوالی، اروری، هر چی که مربوط به ترمینال و کامند و پاورشل و هر چی تو اینجا، هر اروری بهتون داد کامنت بنویسید، یا من اگه بودم آنلاین بودم دیدم جوابتون رو میدم. اگه بعضی از دوستان بلد بودن راهنماییشون میکنم. خیلی ممنون و خدا نگهدار.